هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد روز سعید جمعه را برای تمام خواهران و برادران مبارکباد میگویم. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث صحیحش روایت شده است که آن معلم عالمیان فرموده است: بهترین روزی که در آن روز آفتاب روشن می شود این روز جمعه است و روزی که در آن بابای آدم وارد جنت کرده شد این روز جمعه بود و در همین روز جمعه بابای آدم از جنت خارج کرده شد و در همین روز جمعه قیامت برپا می شود. اما تنها خدا دانست که در کدام جمعه برپا می شود. ملائکه های آسمان این روز را روز یوم المزید می گویند و ما بنده های خدا این روز را روز آدینه نام می بریم و پروردگار در قرآن این روز را روز جمعه می گوید. روز سعید جمعه مبارک باشد. باقی خدا حافظ همه شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.